خب دوستان عزیز، میخوایم بریم برای پختن یه املت عمو حسن پز. بریم شروع کنیم. Dominic Purcell, Wentworth Miller, Rabin Tony, Amorin Olasco, Marshall Allman, Wade Williams, Paul Adelisten, Robert Netter, Rachman Dunbar و سارابین خالد در فرار از زندان. خب ابتدا روغن رو میریزیم به اندازه کافی و دست دلبازی میکنیم توش. یه مقدار کره میریزیم که خوش طعم‌تر بشه کار. میذاریم یه مقدار کره آب بشه. آب گوجه رو شما درست کنید و پوره گوجه، هر دوتاشو میتونید با هم استفاده کنید. من هر دوتاشو استفاده کردم، هم پوره گوجه استفاده کردم هم آب گوجه استفاده کردم. میذارید اینا قشنگ جا بیفته، یعنی قشنگ سرخ بشه. میتونید درش هم بذارید موقع پختن ابتداش. وقتی که قشنگ پخت، پیاز رو میریزید داخلش، زردچوبه رو اضافه میکنید، نمک رو اضافه میکنید. میتونید قبل از اینکه گوجه رو بزنید، آب گوجه رو بزنید، پیاز رو بریزید و تفت بدید و زردچوبه رو اضافه کنید. بخاطر اینکه طعمش بد نشه، من بعدش این کار رو انجام دادم. یه ذره بسوزد بد طعم میشه، یعنی پیازش بد طعم میشه. تخم مرغ رو میزنید. ابتدا زرده ها رو هم نمیزنید، زرده ها رو در انتها هم میزنید. اگه تیکه ای از تخم مرغ هم مثل من ریخت، با خود پوستش جمع میکنید. با قاشق بر ندارید، با پوست تخم مرغ بردارید، خیلی بهتر است. این تخم مرغ خیلی خوشمزه و خوشخوراک تر از تخم مرغ املت معمولی هستش، به خاطر زردچوبه‌ای که بهش اضافه میشه، پیازی که بهش اضافه میشه و رنده میشه یا خرد شده داخلش می‌ریزیم. خیلی خوشخوراک‌تر و خوشمزه تر هستش. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. شب روزتون بخیر.